دادگاه خوجند اوایل هفته جاری سابق امام خطیبی یک مسجد 5 وقته این شهر را با اتهام پیروی از رویه در تاجیکستان ممنوع سلفیه و تبلیغ عقیده های این گروه برای 6 سال محکوم به زندان کرد. عبدالله سیداللهیف بر پایه ماده 307 کودکس جنایتی تاجیکستان یعنی اشتراک در فعالیت تشکیلات اکستریمیستی به زندان محکوم شد. به گفته منابع از دادگاه خوجند، عبدالله سیداللهیف ساکن 35 ساله مرکز ولایت سوغد سالهای 2004-2006 در شهر مدینه عربستان سعودی تحصیل دینی کرده بعد بازگشت به وطن مدت امام خطیب مسجد 5 وقته سری سنگ را بر عهده داشت و در این مسجد و منزلش به طرز سلفی نماز می‌گزارید. یک ساکنی محلی در دادگاه بر ضد او شهادت داده است که در نمازگزاری دست بالا کردن او وقتی شروع کردن به نماز از دیگران فرق داشت و او همین طور نماز گزاریدن را به دیگران هم تلقین می نمود. به گفته منابع دادگاه، سیداللهیف بعد از اعلان حکم از گفتن سخن آخرین خودداری و سکوت کرده است. همچنین او نخواسته است که برای حمایت از حقوقهایش وکیل دفاع بگیرد و از خدمت وکیل دفاع دولتی نیز دست کشیده است. به گفته منابع از دادگاه خوجند، هنگام بازداشت سیداللهیف در ماه اکتبر سال 2017 مقامات حفظ حقوق از منزلش حدود 200 ادبیات دینی و برخی ممنوع در تاجیکستان مثل کتاب پناهگاه مسلمان را دریافت و مصادره کردند. دادگاه میگوید مقامات دو برادر عبدالله سیداللهیف را که در کشورهای عربی قرار دارند تحت پیگرد قانونی قرار داده است. به معلومات دادگاه، عبدالله سیداللهیف 35 ساله و عائله دار بوده صاحب 2 کودک خردسال می باشد. رحیم خوجه ابراهیموف رئیس بینایی است که عبدالله سیداللهیف در شهر خوجند در آن ثبت نام شده است. ولی او میگوید هرچند از بازداشت سیداللهیف و تحت جستجو قرار گرفتن 2 برادر او از دهان مردم شنیده است، درباره اعمال آنها نمیداند، چون که به گفته او سیداللهیف در خردسالی در این بنا زندگی کرده بعد به محله دیگر شهر کوچ بسته است. بر پایه خبرهای رسمی شروع از سال 2016 در ولایت سوغد بیش از 20 امام برای عضویت در سازمان اخوان المسلمین و پیروی از رویه سلفیه بازداشت و زندانی گردیدند.